آموزش کار با چرخ‌خطی ژانومه 627 و 625. در ابتدا نخکشی چرخ رو خدمتتون توضیح میدیم. از این قسمت که قرقره قرار میگیره، میچرخه میره تو، اولین جایی که نخ میکنید این قسمت هست. دنبال این فلش روی اینجا به سمت جلو حرکت میکنید. این قسمت لای تنظیم نخ یا این قسمت فرقی نمیکنه. از اینجا برمیگردید بالا، شیطونک رو در بالاترین وضعیت قرار میدید. از چپ به راست داخل شیطونک، نخگیر بالای سوزن و نخگیر بعدی. برای پر کردن ماسوره خالی این قسمت قرار میگیره. باز مسیر نخ کردنمون همینجا هست. اولین جایی که نخ میکنیم دیگه به جای اینکه از اینجا بیایم میریم دور میزنیم زیر این پولک فنری و دور ماسوره به این سمت چند دور میپیچیم. ماسوره رو کامل به سمت راست فشار میدیم و پدال رو فشار میدیم. چرخ میسته و نخ پر میشه توی ماسوره. برای جایگذاری ماسوره در داخل جای خودش این نخ خلاف عقربای ساعت پیچیده باشه داخل ماکو قرار میدیم و از این شکافی که به سمت خودمون هست به سمت چپ هدایتش میکنیم. لای فنر قرار میگیره به طوری که ما از این سمت بکشیم ماسوره برعکس میچرخیم. برای استفاده از سوزن نخکن این چرخ، سوزن رو در بالاترین وضعیت خودش قرار میدیم. این دستگیره سمت چپ مشکی رو کامل به پایین میکشیم. نخ رو با دست راست به این صورت نوک زبونه سفید قرار میدیم و از زیر به سمت چپ هدایتش میکنیم. یه مقدار میکشیم، رهاش میکنیم. بعد با احتیاط دوبار این دکمه رو فشار میدیم، حس میکنیم داخل سوراخ سوزن میشه. بعد دست ها آزاد این دستگیره رو برمیگردونیم بالا. به این صورت از پشت نخ رو که بگیریم وارد سوزن شد. یه توضیح کلی راجع به عملکرد این چرخ بدم خدمتتون. به ترتیب از این قسمت این گردونه جهت سوزن رو نشون میده و انتخاب پهنای دوخت به این صورت که الان رو این حالت سوزنمون سمت راست صفحه هست. ببینید بعد بیام این قسمت سوزن میاد وسط و اگه یه بار دیگه به سمت خودم حرکتش بدم سوزن اومد سمت چپ صفحه. از این قسمت که خارج بشیم این اعداد پهنای حرکت سوزن رو نشون میده. برای حالا جا دکمه باشه، زیگزاگ باشه و یا مدل دوزی، به این صورت میتونید پهنا رو تا 5 میلیمتر انتخاب کنید. این دکمه هایی که اینجا میبینید شماره 1 برای زیگزاگ و 2 مدل شبیه زیگزاگ، شماره های 2، 3، 4، 5 و 6 بقیه حاشیه دوزی ها در 3 رنگ مختلف انتخاب میشن. جا دکمه رو 1، 2، 3 و 4 سمت جا دکمه رو میدوزن و این دکمه برگشت رو اگه نگه داریم حین دوختن رو به عقب میدوزه و کار رو کور میکنه. گردونه آخر هم طول دوخت هست، از 0 که درجا میدوزه همینجور تا 1، 2، 3 و 4 میلیمتر طول دوخت رو تغییر میدن. از 4 که رد بشیم به S1 میرسیم. S1 با رنگ قرمز هست و اگر روی S1 باشیم این مدل های قرمز رنگ هر دکمه رو میدوزه و اگه باز رد بشیم از S1 روی S2 که با رنگ زرد هست مدل های زرد رنگ هر دکمه، یعنی روی اعداد که هستیم و با رنگ سبز هست سبز، S1 قرمز و S2 زرد، هر سه کار هر دکمه رو براتون میدوزه. برای دوخت ساده دوزی لازم نیست هیچ یک از این دکمه رو فشار بدیم، فقط میتونیم جهت سوزن رو با این انتخاب کنیم، چپ، وسط، راست قرار بگیره و شروع کنیم به دوختن. به این صورت رو به جلو دوختمون رو انجام دادیم. میتونیم کوک رو با این درجه ریزتر یا درشتر کنیم به این صورت و با نگه داشتن این دکمه رو پایین رو به عقب بدوزیم برای کور کردن کار به این صورت. برای دوخت زیگزاگ و استفاده از این دکمه ها لازمه که این از حالت ساده دوزی خارج بشه و بیاد روی 0 و اعداد بالاتر قرار بگیره که این دکمه بتونه کار کنه. الان دکمه 1 رو که فشار بدیم برای زیگزاگ، پهناش رو به فرض
2 میلیمتر انتخاب کنیم، فشردگی رو 1 میلیمتر و برای ما یه زیگزاگ با عرض 2 میلیمتر و حالت یه مقدار توپر برامون میدوزه. میتونیم پهنا رو به وسیله این زیاد بکنیم، فشردگی رو کمتر یا بیشتر. به این صورت مادامی که این اعداد سبز اینجا پیدا هستن و رنجش رو سبزه، این ژتون های سبز هر کدوم از این دکمه ها رو میتونیم بدوزیم و اگه رد بشیم به S1 قرمز و S2 زرد میتونیم این ژتون های زرد و قرمز رو انتخاب کنیم. الان به عنوان مثال من دکمه شماره 5 رو فشار میدم و میخوام الگوی زرد رنگش رو بدوزم. بنابراین میرم روی S2 زرد این فشار میدم و پهنارم با این انتخاب میکنم، حالا هر عددی که میخوام، و شروع میکنم به دوزدن. به این صورت ژتون رو برامون دوخت. توجه داشته باشید که وقتی من این گردونه رو تغییر میدم از اعداد سبز به S1 یا S2، این چراغ های هر کدوم از این دسته الگوهای سبز، قرمز و زرد روشن میشه. الان روی اعداد سبز این چراغ سبز روشنه، روی S1 این چراغ S1 و روی S2 این چراغ S2 روشنه. علاوه بر این 18 طرحی که روی این 6 تا دکمه هست، شما میتونید با انتخاب جفتی هر کدوم از این دکمه ها و با توجه به این صفحه بالا که به عنوان مثال گفته دکمه 1 و 3 رو همزمان فشار بدید و روی رنج اعداد سبز این طرح رو برامون میدوزه، روی 1 و 3 روی S1 این طرح رو برامون میدوزه و 1 با 3 روی S2 این طرح رو میتونیم انتخاب کنیم و بدوزیم. به عنوان مثال الان من میخوام 1 با 3 روی S1 رو بدوزم. 1 رو با 3 رو همزمان فشار میدم، S1 رو انتخاب میکنم، پهنا رو انتخاب میکنم و میدوزم. به این صورت طرح رو برامون دوخت. همینجا بهتره که من این صفحه رو براتون توضیح بدم. یه صفحه راهنمایی هست که میگه مثلا شما میخواید زیپ بدوزید، پایه ای رو بردارید، بعد و این الگوها روی این ستون، روی این ردیف پهنای دوخت روی این ردیف مشخص شده و طول دوخت روی این ردیف برای هر مدل دوخت و کاری راهنمایی کرده. برای جادکمه دوختن با ژانومه 625 لازمه که پایه جادکمه رو برداریم، به وسیله این دکمه پشت پایه رو جابجا کنیم، پایه جدید رو روبروی این فنر اینجا قرار بدیم، با دست راست بیاریم پایین، چفت بشه ببره بالا و درجه طول دوخت رو بین 0 و 1 قرار بدیم که شکل جادکمه رو اینجا داره خودش. پهنا رو حالا 4 5 هر عددی که مناسب هست انتخاب میکنیم و دکمه 1 جادکمه رو فشار میدیم. این 1 سمت جادکمه رو سمت راستش رو به جلو میدوزه، سوزن از پارچه بیرون. شماره 2 رو انتخاب میکنیم، یه سرقایمی چند سوزن میزنیم، سوزن بیرون. شماره 3 سمت چپ جادکمه رو به عقب و دوباره 2 یا 4 چند تا سوزن برای سرقایمی دوم. به این صورت تو جای پایه های این چرخ میتونیم پایه A که پایه اصلی چرخ هست، پایه B جادکمه، C سردوز، D لبتو، زیپ و زیپ مخفی پایه E هست، پایه G پسدوزی و میله ابردوزی. تغییر سرعت کلی چرخ رو با این دکمه پایین سرعت کم و بالا سرعت زیاد میتونیم انتخاب کنیم. کشش نخ بالا با این درجه کم یا زیاد میشه. کلید خاموش روشن کردن لامپ این قسمت هست. فشار پایه با این گردونه کم و زیاد میشه برای پارچه‌های نازک و ضخیم. جایی که مهم هست هر 10 ساعت کار مفید روغن بخوره، این قسمت بین ماکو و قاب ماکو هست. اینجا که حرکت داره، 1 قطره روغن برای 10 ساعت کار مفید و این سوراخ وسط هم گهگاهی 1 قطره چکونده بشه.
برای تعویض سوزن هم این پیچ رو باز میکنیم، شل میکنیم، سوزن رو در میاریم. سوزن جدید رو به طوری که صافی ساقش به سمت پشت باشه جا میزنیم تا انتها و پیچش رو صفر کنیم. هر از گاهی لازمه که این دوتا پیچ باز بشه، این صفحه کامل برداشته بشه و لای کارپیشبر، دندونهای کارپیشبر تمیز بشه یا زیر ماکو به این صورت جدا بشه و تمیز بشه، دوباره جایگذاری بشه. برای غیر فعال کردن کارپیشبر این چرخ موقعی که میخوایم دکمه بدوزیم یا گلدوزی روی کارگاه انجام بدیم، لازمه که این دکمه این زیر رو به سمت راست خودمون بکشیمش. کاربر غیر فعال میشه و کارمون که تموم شد دوباره به سمت چپ بکشیم برای فعال شدنش. این صفحه رو میتونیم جدا کنیم، دور آستین پاچه شلوار راحت بچرخه و دوخته بشه این قسمت. همچنین میتونیم پیچ گوشتی رو از این قسمت وارد کنیم و یه مقدار این صفحه رو باز کنیم به طوری که این پیچ روی ماکو دیده بشه. این به جهت کم و زیاد کردن فشار کشش نخ پایین خیلی مهم. برای استعلام قیمت این چرخ و انواع چرخ‌های صنعتی خانگی، ژانومه و کاچیران و چرخ‌های صنعتی جک و غیره، انواع قیچی برش، اتوهای صنعتی خانگی، سرکیسه دوز و نخ سرکیسه دوزی و همچنین میزهای چرخ خانگی، میتونید به سایت ما به آدرس parsdukh.com مراجعه و یا با تلفن‌های 021 55 62 13 11 و 0910 392 63 54 تماس بگیرید